ساعت 5 صبح دارم میرم دانشگاه تعهد بدم. باید یه جوری آرایش کنم اصلا معلوم نباشه. انقدر هر روز حراست کارتمو گرفته، گفته باید بیای تعهد بدی. یه ذره کرم پود زدم، لنزای طبیعی گذاشتم که معلوم نباشه. واقعا نمیدونم چرا به من گیر میدن. من که کلا اهل آرایش کردن نیستم. یه ذره‌ام پنکیک ضد آب میذارم چون اصلا دیگه آرایش زیاد خز مد نیست. والا مردم شانس دارن. بعضی دخترا میان دانشگاه باید بهشون بگی عروس تاجت کو. اون وقت حراست به اونا گیر نمیده. به من که انقدر ساده‌ام گیر میده. با این که انقدر خوابم میومده 5 صبح واسه درس و دانشگاهم بیدار شدم. نه برای اینکه آرایش کنم، برای اینکه درس بخونم. اون وقت حراست از من تعهد میگیره. دیگه شما خودتون شاهدین. کل میکاپ من بدبخمی، یه ذره ریمل و یه ذره تینت لبه. الان خدایی شما آرایش رو صورت من میبینید؟ نه واقعا بگید ناراحت نمیشم. موهامم اینجوری ساده درست میکنم. دیگه برم دانشگاه. فکر کنم حراست میخواد سورپرایزم کنه. به جای تعهد بهم لوح تقدیر ساده ترین دختر دانشگاهو بده.